سلام، خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من فاطره هستم و تو این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که چرا چون دو تا ویدیو گرفت، دو تا بسته گرفت، ویدیو گرفتم، ولی قرار نیست من دوباره یه ضبط جدید بگیرم. همینو حساب کنین که قرار یه عالم سوتی بدم براتون. آقا این بسته ای که میبینین تو دست منه، دقیقا روز تولد من رسید و الان دقیقا یه چیزی هولوش 20 روز بعد از تولدم، یعنی اینکه هولوش 22 امروز 23 مرداده. من نمیدونم کی قراره این ویدیو براتون آپلود کنم، ولی دارم براتون ویدیوشو ضبط میکنم دیگه. این شکلاتاش خب مثلا تو این 20 روز نصف شد، یه عالم تو شکلات بود. بعد اینطوری باز میشه، دیدین اینطوری باز میشه. بعد برای من بسته رسید، دقیقا داشتم از شهرمیزاد برمیگشتم و دیدم که یه SMS کد مرسول برام اومده. کد مرسول رو که چک کردم دیدم که بسته از تبریز داره میاد و دیدم که بسته شونیزه. خب اگه بخواین که بسته تولد بگیرین و اینا، شما اول اصلا باید برید تو باشگاه مشتریان شونیز ثبت نام کنید و کد پستی و این چیزاتون رو بفرستید دوش. بعد بسته به قرعه کشی و اینا براتون میفرستن، حالا چه یکی چه دوتا. برای من که دوتا فرستادن. این اولیش بود که بهتون نشون دادم. محتویات شکلات توش بیشتره ولی نصف شده توسط خواهرزاده‌ام، چون من زیاد اهل شکلات و شیرینی نیستم، ولی خب بعضی چیزای شیرینی رو واقعا دوست دارم از بچگی. این از این. حالا بریم بسته دومی. از بسته دوم که این بسته باشه محسود تولدتون مبارکه. اینجا نکنید تولدتون مبارک نوشته اصلا. بعد حالا این بسته دقیقش همین امروز صبح دست من رسید که بخوایم توشو با هم باز کنیم ببینیم توش چیه. من یعنی صبر کردم که براتون ویدیو بگیرم، من که اصلا آدم صبوری نیستم. این که این بارکدیه که توی همون بسته قبلی هم هست که شما اینو اسکن میکنین که نشون بده این بسته به دست شما رسیده. این از این. حالا این بسته اصلی اونم میدازم پایین که راحت تر باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این چیه اصلا توش؟ فقط قبل از اینکه باز کنم امیدوارم این شکلات رامتینش توش باشه واقعا، یا بایکیتش. این دوتا مورد از بچگی واقعا عشق من بودن. حالا بایکیت که تازه اومده، ولی رامتین همیشه از بچگی مورد علاقه من بوده، مورد پسند خانواده ما همیشه قرار میگرفته. اینا او چه پره. اول از همه توش چیه؟ شکلات کرم کاکائوه. اینا چند تای توش؟ یکی دوتا سه تا و چهار تا کرم کاکائو. اینا حالا بعدی ببینیم بعدی چیه توش. بعدی بایکیته فقط هم یه دونه هست. نه یه دونه بایکیت شکلات تلخ داره، یه دونه شکلات شیرین که همون شکلات فندقی و شیریه. این دوتا بریم چک کنم که تاریخاشم ببینیم. تاریخ دارم. رامتین عزیزم. آره اینم که داره بازم. دوتا رامتین برام گذاشتن. مینی بایکیت هم برام گذاشتن. مادر یه بایکیت مینی از اینا گذاشتن برام. به دستمو خالی کنم. مینی بایکیت برام گذاشتن.
2 تا مینی بایکیت دوباره تلخ، یه دونم دوباره مینی بایکیت گلد که با کره بادام زمینیه. بذارین بهتون نشونم در مجموع چقدر برام خوراکی گذاشتن. یه برآورد هزینه هم دوست دارم بهتون بگم. من اینا رو آوردم که بیایم بگیم. اینا که دونه 8 تومنه که میشه در نتیجه 4 تا 8 تا میشه چند تا 8 تا 32 تومن. اینا که 32 تومن میشه جمعی اینا. این شکلات بایکیتش که چیه؟ فندقیشه 14 تومنه. این هم همه قیمته. نه این 15 تومنه. این رامتینای خوشمزه و خیلی یم چنده؟ 5 تومنه هر کدوم فکر میکنم. بذارید یکی دیگه هم نکنم. بله اینا 5 تومنه. اینا هم که از اونجا که مینی هم دیگه فکر میکنم نصف قیمت اینا بخواد باشه دیگه، نصف خود بایکیتا بخواد باشه میشه هلوش فکر کنم 7500. 7500 هر کدوم رو حساب کنیم فکر کنم در مجموع بشه هلوش 80 تومن برای من خوراکی فرستادن. دستشون درد نکنه. واقعا نمیخوام مثلا چون که برای من بسته فرستادن ازشون تعریف کنم. نه، من واقعا از بچگی مشتری دائم ایناشون بودم. اینا خیلی خفنن. اگه تا الان امتحان نکنید قطعا بهتون پیشنهاد میکنم که اینو امتحان کنید. دوستتون دارم زیاد. کجا بریم؟ صبر کنید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. آیدی اینستاگرام من اینجا میاد، اینجا فالوش کنید. آیدی توییترم که فعلا توییتر ندارم متاسفانه، ساسپند شدم. و دوستتون دارم زیاد. تا ولاگ بعدی. خدافظ. واقعا باید یکی از اینا رو بخورم. نمیشه نخورم. باید که بخورم. باید که دارک بخورم. چرا؟ کیسه من ساتن نیست مامان. من دارم کیسه ساتن میخواست. حالا اشکال نداره. میتونم چشم پوشی کنم. واقعا خوشمزه. واقعا خوشمزه عالیه. این